سلام دوستان، با یه ترفند جدید آمدیم برای تمیز کردن شم و از بین برنده لکه های سیاهی روی شم. خب شما شم رو میبینید که بسیار سیاه است و لکه های روغن روش باقی است و اصلا قابل استفاده نیست. با یه مایع خفن اومدیم تا این شم رو تمیز کنیم. خوب، مواد مورد نیاز ما یکم بنزین است و مقداری وایتکس است و مقداری شامپو یا ریکا. خب فرقی نداره، اما من شامپو رو توصیه میکنم. بعد از این مایع ما درست میشه و کاملا قابل استفاده است و البته یکم باید هم بزنیم تا این مایع منقاطی بشه. و بعد از این مایع ما درست شد و شم رو میگذاریم داخل مایع تا خوب حل بشه و شم رو که گذاشتیم داخل مایع خوب تا چند دقیقه میگذاریم تا کلان سیاهی ها رو و روغن ها رو بیرون کنه. بعد از این میبینید دوستان که شمع ما کاملا تمیز شده و هیچ لکه سیاهی روش باقی نمونده. بعد از این نوبت به این میرسه که دوستان خب شاید روی شم لکه های باقی مونده و یکم بروس میکشیم تا کاملا اون چیزایی که روش باقی مونده اونها کاملا از بین بره. بله دوستان، به همین صورت بروس میکشیم و بعد از چند دقیقه میبینید دوستان که شمع ما واقعا تمیز شده و هیچ لکی روش باقی نمونده. خب ممنون میشم دوستان کانالمو سابسکرایب کنید و ویدیومو لایک کنید تا ترفند دیگه. خدا حافظ.